مایلش چه گپ است؟ آیا باخوری آینه داره؟ ای کودک دست دراز نکن. نباشد به تو نشان میدیم. من جدی میباشم. انیس آرام سر سری آقای پرکرار با تقدیر بوده برای سال نو حتما چفته لکره این سالی نوی رو من با دفانی خودم با تو میگم کدک رو سرده سلاحت رو پایم کن نباشد به این کودک رحم نمیکنم پایان کن پایان من با آنها گفت و شنید کنم جناب سردار. سردارم اکنون در آمده باید یگان کار کنیم. پس اسیران چی می شوند؟ در درون باز یک کودک دیگر هست. در این حالت عملیات کردن نمی توانیم. پیشرای پسرم را گرفتن نتوانیدم. گریخته رفتید جا دارم جانم. مایلش آرام شوید. ما علاجش را می‌یابیم. اگر تسلیم شوی جزای عادلانه می‌بینی. من کاری کردم گمان میکنی که به محکمه روم مرا آزاد نکنن؟ هر حال زنده میمانی. از آنه که در زندان میپوسم بهترش در این راه بمیرم. فهمیدی؟ تسلیم شو. اگر به من کمک کنی حیات اینها را نجات میدی. کمک میگویی؟ و تو کمک کنم؟ با رفیقانم مصلحت کن سرداری ما را آزاد کن. بعد هر کاری که میخواهی با من کردن گیر. رفیقانم زنگ میزنم. تلفن را گیر. اگر زنده ماندن کودک و اسیران را خواهند پس طلب مرا اجرا کنند. آقا چیکار میکنی؟ در نزد زینه پای انتظار شو. اگر تعینات مخصوص آید حمله میکنیم. خوب شده. تونجای شما چاره اسیران را بینید. سردارم باید با آنها گفت و شنید کنیم. تونجای کودک را به درون درآر. این راه گرد رفتیم. تلفن را به من ده. با زمین به من روان کن آقای عارف. با زمین. سلام آقای سردار. گوش کن جوره. با تو آیدین مسئله روبرو مصلحت کردن در کار. نباید به اسیران یگان ضرر رسد. مایلش برای نیت نیکم را فهمیدن این جوان قهرمان را به نزد شما روان میکنم. او به شما چقدر متشنج بودنی وضعیت را میگوید. حال پسر پرکرور را که در دست ما نیست میفهمانم. کودک را روان کن. شاید مصلحت کنید. کودک همراه ما میستد. میتوانی بروی. ما در اینجا نشسته انتظار خبر شما میشوه. فهمیدی؟ کودک همراه من میرود. وقتی که کودک همراه ماست میدانم که به ما ضرر نمیرسانند. او ما را حمایت میکند. برای غرض ناپاک خود کودک را استفاده میکنی. اینقدر بی ایمان و بی وجدان بوده ای. ای برادر عارف جان، ما قهوه خواسته بودیم.
اما روان نکردن. این کار رو هم حل کن تا اینکه کیف صفا کنیم. برای تو زحمت میشه. خیر. آقای ناصر شکر شود. Sen nagayas? Anis? Bau koridor nasıl? Anis? پدر جانم. Güzel. Say bachcha. پدر جان من آمدم. پدر جان من اینجایم. پسرم تو در اینجا چیکار میکنی؟ مادرت در کجاست؟ مادرم در پایانم. من آمدم تا شما را نجات دهم. پسر جان. کودک رو هم گرفت و در را پوشید. یگان کار کردن نتوانستم. تو هر چی که از دستت آمد کردی. به زمین مرا مسخره کرده به پایان روان کرد. دیوانه شدم. باز از من قهوه درخواست کردند. سردارم با پررگی آماده شده از اینجا پراندر را سر کنم. بسیار خوب. اگر خواهی تو را از هوا با پراشوت میفراریم. نه مشکل. من از بلندی میترسم. اگر مرا گوش کنید هر چه زودتر به این نابکار قهوه بردن لازم. کار را یک طرف مانده به قهوه فروشی سر میکنیم اکا. چاه تیار میکنیم برادر. چاه. خوب هستی؟ نمیدونم کمم میترسم. مادرم خوب هستن؟ نگران نباش. به نزدیکی مادرت رو میبینی. سلام علیکم. ظریف کو بینم. نقشه ای میخواست اگر در اینجا ظریف. سردارم بسیار سر رو گشت کردم اما موقع خوب نیافتم. انا همین جای از این دفتر کسی برآمد. ظریف اینجا کجاست؟ اتاق حجت های بایگانی است. کسی را که میخواهند آزاد کنیم شخصیتش را معلوم کردیم؟ معلوم کردم. زکی تیمور. این نوبکار دست به کارهای ناشرم زده است. مافیای تیار سالهای دراز سیر و گشت می‌کرده است. بعداً دادستان از پی جنایت‌های او شده است. آیدی او عجایب حجت و دلیل‌ها موجود است. پرونده جنایی او تا حال ادامه دارد. از تمام حجت و سندهای این نوبکار در قبولگاه میباشد. همین طور نیست؟ میخواهند دقت ما را پریشان کنند. دقت ما را به گروگان‌ها جلب کرده. میخواهند حجت‌های در بایگانی بوده را نیست کنند. حجت و سندها را نیست کرده پرونده جنایی را خاتمه می‌دهند. عیناً همین کار را کردنی‌اند. باید به اونجا برویم. بولتا لباس‌های عادی پوشیده با اونها قهوه میبری. سردارم. اومدم. ظریف چیزی درخواست کردم را معلوم کردیم؟ یافتم. سراغ را دریافت کردم. در نزدیکی ما هستند. بسیار خوب. ما هم باید اون کار کنیم. کارلوس گوش کن. جان اکیش. من در 5 دقیقه این آدم رو دستگیر کرده می‌آورم. بچه‌ها بار دیگر نقشه را از نظر می‌گذرانیم. گوش کنید. عارف برادر لب به جانکم. برای گفت و شنید نظر با تلفن مصلحت میکنیم. نگران نباش. به سلاح می‌آیم و تنها می‌آیم. اما نه در حجره دادستان بلکه در حجره بایگانی با میخوریم. آنجایی که خودت قرار داری. تو نه تنها وجودت را بلکه سرت را نیز استفاده میبرده. میلش منتظرم. اگر قهوه خواهی قهوه نیز روان میکنم. حاضر میارم. البته همه در اینجا تشنه شده. نوشاکی روان کنید لیکن سر شیشه ها پوشیده باشد. بازی کردن نمیخواهم. میلش فهمو. در حجره بایگانی با میخوریم.
پسر آدم روی من می رود. اینقدر نوبکاریت بس است. پسرم رو آزاد کنید. این نوبکاری را تو خودت اول سر کردی. با تو گفتم پسرم رو رها کن. تو جای پسرم رو رها کنید. پسرم رو رها کنید. پسرم. در دست دولت می باشد. اگر مرد باشد یکم مشکلی ایجاد نکنه. شمشیر تیز عدالت حتما ظلم شمایان را اصلاح بود نکند. پدر جان نخواهد شما کودک رو سو استفاده کنید. ابله‌های ترساچه اگر به این کودک یکان ضرر رسد قسم میخورم که شما یک نیستید. پدر جان نمیخواهم رفتن سمتین مرا. چی بگویم؟ خوش آمدی برادر عارف. بیا مرحمت کن. انیس آفرین. باور کن تا وقتی که جسارتی تو به ترس از غالب آید تو همیشه ظفرمند و پیروز خواهی بود. اکا پدرم رو نجات دهید. وعده بدهید که پدرم رو خلاص میکنید. وعده میدهم انیس. از سبب عوض شدن شرط ها باید از سری نو شرط نامه بندیم. حجت ها را نیز کرده برای خواجه‌ات وقت را کشغل میدی. با این رفتارت چرا به دست میاری؟ من برای خودم اینجا نیستم. پس برای چی در اینجا آواره ای؟ برای خواجه‌ات جان میکاهانی. اگر زنده مانی زندانی میشوی. او باشد یک عمر عائله تو را نگاهبین میکند. مگر همینطور نیست؟ خیلی فکر نکن. من یک چیز رو نفهمیدم. آخر من هم پدر می باشم. در برم یکان چیز نیست. تلفن را بده. گیر گویا مال خودت باشد. جوان را با بالا روان کن. میتوانی بیروی. خب در اونجایم. از منتظری بسیار بیزار شدم. زودتر کار را انجام ده. دادا از برای خدا چی کار میکنی؟ چرا پسری ما را به این کارها شریک میسازی؟ هر چی کاشته همان میدروی. تو نباید کودک بیگناه را در این کار استفاده میکردی. دادا چرا به سوی کودک سلاح میکشی؟ سلاحت را دور کنی خودش چی گم؟ مرا شرمنده کردی. کنی گم زن خودش چی گم؟ برای کارهای ناشایم تو در اینجا میباشم نجیب. مرا فراموش کن. از بحر من گذر. من بعد از این غم خودم را خودم میخورم. سلاحت را دور کن. این پسری خر حیوان برای تحصیل او جانم را فدا کردم. اما او نیز مثل من احمق شد.
نکن گفتم. با این کارها سر و کار نگیر گفتم. گپم را گوش نکرد. تو اکنون خواجه‌ات را نه، بلکه باید پسرت را نجات بدهی. برادران چیکار میکنید؟ این کارو نکنید. حمید، کار رو حل میکنیم. سلاحات را سر کودک دور کن. چی خیل حل میکنی؟ همه این کار رو برباد دادی. حجت‌های را که میخواستی نابود کنی حجت‌های پسرت بود. بله. ای چرا تو برای این کار به عدلیه حمله کردی؟ من به خلاصه اومدم که من میروم. دمت را گیر. به کجا میروی؟ به اروپا؟ بعد چی؟ نه پول و نه مال داری، در آنجا چی کار میکنی؟ از دستی تو چی میآید؟ اگر سردارمان را نجات دهم یا ندهم این عملی کرده من پسندم میآید. وقتی که فرزندت را از دست میدهی پس چه فایده؟ آن پولی که از خواجه‌ات میگیری تو را خوشبخت میسازد. معلوم است که تو پدر نیستی. حتی باور دارم که تو بر این انسان پدر نداره. معلوم است تو به پدری. تو را کسی پدری نکرده است، برای همین نمیفهمی. اگر سگ باشد، احمق باشد، برای پسرش میکند، او را نگهبانی میکند، یک عمر او را تایمه میکند. کسی دیگر جای پدر را گرفته میتواند؟ کوگب زن؟ بله، جدا میشوم. برای آینده او مهم میباشد. اگر سگ هم باشد، پسترین انسان هم باشد، او برای من فرزند است. نباشد. حالا به خاطر فرزندت فرمان بده تا اینکه آدم‌های تسلیم شوند. همچون پدر وظیفت را اجرا کرد. بسیار خوب شد. حلقم خشک شده بود. شما همیشه همین خیلی سیر و گاش میکنید. بالتا زودتر شد. این را داده در حال میبراییم. آنها را پراکنده کنید. انیس نزدی من بیا. سلاحت را پرتاب. عجیب. من هم قدر و قیمت دارم برادر. نمیخواهم که آدم ها به من گویان رفته تسلیم شد. سلاحت را پرتا. پدر وقتی تو گذشت نمیخواهم که به من گویند در پشت پدرش پنهان شده کارش را حل کرد. اگر دلی تو نشود من خودم این کار را حل میکنم. تشکر. گیر. ما تشکر. آیا شما نوشیدن نمیخواهید؟ تنها آبی میوه آوردید برادر. یک قهوه نآوردید. من نمیخوام که از پسم گویند با پلیس همکاری کرد. نجیب اکنون کار خاتمه یافت. کار به انجام رسید. سلاح را پرتا.
نه تو مرا به این کار شریک کردی. پدرت را گوش کن نجیب. دیگر وقتی گوش کردنی پدرم نیست. پدرم نجات یافت. گوش کن نجیب. عقلت را کار فرما، سلاحت را پایان کن. هممان از اینجا صحت و سلامت میبراییم. نه نمیخوام که به من مثل پدرش تسلیم شد گویند. من قدر و قیمت خودم را نمیفروشم. کدام قدر و قیمت؟ سلاح را پرتاب. بکار. سلاح را نبردوی اول تو را بعد کودک را میپرانم. پسرم دیوانگی نکن. این آدمی تعینات مخصوص است. تو را در یک لحظه پرانده نابود میکنن. نفهمی؟ تو از حد گذرانیدی دادا. میفهمی؟ این کار رو تو سر کنی من دوام میدیم. میفهمی؟ پسرم نکن. بس کن. آیا سلاحت رو پایان نمیکنی؟ شر بچه میگویند که گوسفند مرده از گرگ نمیترسه. خیر من آگاه کردم. کوبی ها نیست. بس کن نجیب. التجا میکنم. عارفیس بس کن. نکن عارف. التجا میکنم. ایستا. ایستد. نجیب عارف نکنه. خواهش میکنم. پدرم کجاست؟ پدرم نجات یافت. ببین پدر در کجاست انیس جان؟ پدر جانم. پدر جانم. پسرم تشکر میگویم حیات ما رو نجات دادید. این خیل نگویید. وظیفه ما همین است. به شما هم تشکر. رفیقان میرویم. سمت
اصلا به اینجا برای تو آمده بودم، چنانه که وعده داده بودم. همین که وقت یابم باز به نزد تو می آیم سومن. عارف فایده یک مسئله مهم باید با تو مصلحت کنم. حالا نیست سومن، در وقت تنهایی مایلش. دادا جانی من، خیریت که مرا تنها نگذاشتی، مرا نجات دادی، جانی خودت رو برای من فدا کرد. اگر تو نمیشدی مرا هم زنده نمیموندم. مرا دیگر تنها نگذار دادا جان. دادا جانم، پدرت برای تو شده جان خودش را فدا کرد. من برای کشتن نه، بلکه برای زخمدار کردن پراندم. هر کس برای اعمالش خودش حسابات میدهد. ای آقای حمید، تجارت تو بیهوده بوده است. به جای پولی که برای پسرت میخواستی، خودت و آخرتت را فکر میکردی، حالا به این حال گرفتار نمیشدی. گوش کن ابله. شنیدم اکا صدای موتوری با قوت میباشد. ای برادر، مرا مسخره میکنی ها؟ آخر به این وقتی که گاز را زیر میکنی نمیبینی که حالی ماشین چقدر بد میشود؟ برادر این ماشین گریه میکند، داد و فیقان میزند. شنیدم بگو، شنوی که نشنوی هم از عذاب اوستا نجات نمیاد. ای برادر، از سیمی پیدلی گاز سر کرده تا با کربیراتوری ماشین ویران کردی. اکای سولی فرمان داد، من چیکار کنم اکا؟ ای برادر، آخر تو بله سپید رانده نمیتوانی. چرا با ماشینی من با سواره من به عملیات میروی؟ خدا تو برفیست. ای برادر، تو چیکار کردی شده ای؟ ای ابله، تو چیکار میکنی؟ الو؟ اگر زنم ساز نمیشود اگر. ای برادر، چی این تلویزیون است؟ باشد یک چون با نه. برادر، این همه کار رو برباد داده. ای جورا، تو چی میخندی؟ وقتی که بالتا اوره این کار شد و دست پای تو بسته شد، برای همین میخنده. با خدا بالتا گو. با خدا قسم که بالتا گو. تو مرا چی گفتی ها؟ چی گفتم اکا رجب گفتم، من گفتم که یاری داد. از کای دوست نزدیک من شده که سلام علیکم. علیکم السلام. جواب تشخیص آمد. یک دقیقه. تشخیص تیر پلاستیکی که از بدن کمیسر سلیم گرفته شده است. سلاح به نام کی بوده است؟ با کسی تعلق ندارد. در اینجا یک سراغه هست و باز یک نام شبهناک دیگر. سلاح به قید گرفته نشده است، لیکن در یک حادثه دیگر استفاده شده است. استخبارات کهنه. همین خیر. انیق نمیدونم کمیسر، اگر خواهید میفهمم. این در دست من است. من به هر حال به این سراغه میروم. خسته نباشید. رحمت. عذر میخواهم عارف، برای دیدن نتیجه امتحان ها آمدم. از این رو کمی در هیجانم. بخیر است؟ این تشخیص پلاستیکی کیست؟ از سلیم. نتیجه چی شد؟ نامعلوم. در یگانجا قید نشده است. صاحبی سلاح شخصی شبهناک؟ نه چندان. کمیسر شاهین، به فکرم از شما انتظار نتیجه امتحان نیستیم. غم نخور. سومان، چه حال داری؟ شکر خدا آقای صالح. بیماری؟ تو را پریشان حال میبینم. نه آقای صالح، خوبم. سومان، من از تو یک خواهش دارم. مرحمت آقا.
بین من و آیلم یک نافهمی جدی است. این دردم رو به کسی گفتن نمیتوانم. گفتنی هم که تو همچون زن با سعادت آیدی این موضوع سخن کنی. البته میکنم آقای صالح. اگر فکر کنی که سخن کردن من فایده دارد البته گفتم. بسیار خوب. تو همچون زن درد و علم آیلم رو شاید از من خوبتر بفهمی. مایلش آقای صالح. من از عهده این کار میبرایم. ای سومن زنده باشی. تشکری زیاد. احتیاط کن. با دقت باش بچه جان. رحمت اکا. آیا این دوچرخه برای تو کلانتر نیست؟ میدونم خیلی کلان است. اگر در بالایش سوار شوم هر کرده میتوانم. مادرت گوی که برابر خودت دوچرخه خره. خیر به مادرت بگو. گفتم اما باید تا تابستان انتظار شوم. پولشان تابستان نشده است. پس چرا اینقدر دوچرخه کلان خریدی؟ نخریدیم. این را کنه گفته پرت افتند. من گرفته تعمیر کردم. سلیم زودتر به خانه بیا. اوه مادرم جنگ میکنند. اکا شما در بالای خانه ما زندگی میکنید. نمیدانم. تو رو یکم بار در اینجا ندیده بودم. من تو را دیدم. تو برادر خوب هستی. نمیارزد. الو فوراً به سراغ بیناکاران خیابان مرکزی خانه رقم 2 گروه روان کنید. بس کن جانکم. بس شد. زودتر روان کنید. شد جانکم. غیر از شما کسی به کمکمون نام. خدا از شما راضی شد. خیرت که آمدی اکا جو. مایلش اکا سلامت باشی. زودتر برادر اکنون او در اختیار شماست. سلامت باشید. تشکر به شما. نمیدونم این نیکیتون رو چطور هیچ کم نمیخواهم. اکا تو پلیسی؟ اوه سلیم زودتر به خانه رو. هوا خنک است. راست به خانه رو. باری دیگر تشکر. نمیارزد. رفتیم پسر. شماست؟ بله جانکم از من، اما اگر خواهی همش از تو میشود. آره اپا مرا شرمنده کرده. باید من به نزد شما می آمدم. این خیلی نگوی. برای نازیه هم دیگرگونی شد. یک بار دیگر فکر کنید. آقای صالح شما و دخترتان را بسیار دوست می‌دارند. من هم او را بسیار دوست می‌دارم، اما آخر آن کس برای راه گشتن بسیار کوشش می‌کنند. باور کنید آن کس به شما احتیاج دارد. دیر شد. طلب جدا شدن را کرده. پیش این راه را گرفته می‌شود. مشکل نیست. با گفتن آسان. یگانه مشکلی این نیست. خداوند دیگر مشکلی ندهد. دردتان را شفا دهد.
سومن یگان نخوشی روی داد. تو غمگین می نمایی. نه ابا، خداوند اله و سلامتی دهد. صبح بخیر. صبح بخیر. پسرم امروز به مکتب نرفت. شب خوابش نبرد. همینطور؟ میخواهد که شما رو به نانوشته دعوت کند. تشکر، اما زحمت نکشید. اکا جان به خاطر من دیروز بسیار ترسیدم. سلیم جان، دعوتی تو مرا بسیار خوشنود کرد، اما مرا در جای کار انتظارم. اکا جان به سوال من جواب نداده. شما پلیس هستید؟ اوچه انیق پلیس راست هم؟ میگویی. خیر، سلام. خیر اکا جان. سلامت باشید. ابای سعادت، من حیاتم را تنها پیش بردم. چقدر غم و تلخی های زندگی را پس سر کردم. چرا اخر شد میدونید؟ برای زندگی با شرفانه. بله، برای حیاتی با شرفانه. شاید در زندگی بسیار برد کردم، اما هرگز صاحب عائله و خانه نبودم. در حالتهای دشوار کسی نبود که سری مرا سیله کند. ابا آیا میدانید که بی‌تکیه‌گاه چقدر مشکل است زندگی کرده؟ تخمین میکنم. من حسرت دخترچه‌ای که در بهار زندگی در یاد خانه گرم باشد خوب میدانم. جانکی من بسیار میخواستم که دستی پر شفقتی مادر سری مرا حاصله کند. جانی من تو را میفهمم. شما هم صاحب دختر هستید ابا. دختری که صاحب پدر باشد باز دیگر هست. فکر نازیه را کنید، او را به پدر به مایه نرسانید. سومن، تو درد و غمی مرا دوچند کردی. دلی مرا پاره کردی. هر یک دختری کوچک میخواهد که در زیر قنات فرشتگان باشد. برای دختر این گونه قنات دستی پدر و مادرش میباشد. جانکی من. ابا جان، چرا تو به خود بار میگردی؟ آخه تو کارگر تعیناتی مخصوص دان رو میخواستی؟ میخواستم، اما چرا تنها هر سه ما میرویم اکا جان؟ این عملیات مخصوص است. راست بگم تو را هم به عملیات حقیقی میبریم. خیر مایل است. به من یکو سلاح میدی؟ همه آماده است. شربت شهادت با ماست. میشل نگوید اکا. اقلا پدر مادرم توی مرا میدیدن. ما دیده چی شدیم؟ به دنیا آمدم و حیات برایم تنگ شد. تنها شربت شهادت را میخواهم. آنا روحیه تعیناتی مخصوص را دیدی؟ آماده هستید رفیقان؟ آماده هستید؟ آماده ایم اکا، آماده ایم. شما مکتوب چه گفت شد؟ چی شد؟ من پول مال ندارم. چیزی که بخوای گرفترم. چی کار بودنت رو میخواهم فهمم. چی خیل؟ در کجا خدمت کردی؟ مبادا کماندیر نبودی؟ بله همین خیل بودم اکا. نشان زن بود؟ بله اکا. حالا باشد قاتل شده ای و طور کرایه آدم کشی میکنی. نه اکا این خیل نگوید. به من نگاه کن، به من نگاه کن. چی شد؟ چهره من به تو معقول نشد؟
نه اکای خیلی نگویم. با دوربین ملکی قد دیگر خیر می نمودم. اکا به خدا که من یکم گناه ندارم. دمت رو گیر. برای تو بر این قاتل کرایه پول و مال از همه چیز بالاتر است. اکا شخصی که او را کشته مثل برادرم بود احمق. سلیم دوست من بود. اکا به خدا او را برای کشتن نفراندم. نیتم را یاردار کردم بود. اما تو خودت را بعدا هنگام نوارها را گرفتن باز تو به سوی ما تیر پرانی کردی. من هیچ را نمیتونم. خواهش میکنم نکن. فرمانی کرایه را میکنی نابکار گمزن. تو را چنان لطفم میکنم که گمزن میگویم. رفیقان حاضر می آیند بادی خرسوید. اکا کی می آید؟ من هم دونم خوب می شود. ای ابله کی می اومد؟ تروریستان همشان را بیخشین. اینجا را با سرشان چپه میکنیم. این رو چخیل میکنیم اکا؟ من نمیفهمم. اینجا را میترکانم. بوم. ای برادر در جای هستین سین در جای هست. ای اکا التجا میکنم با جای درگیش ندارم نمیشود. من در دوران خدمت حربی بمب‌های زیاد پرتوفتم اما حالا باشه دیگر قوتم نمانده است اکا. آیا این کنه نیست؟ با این چخیل عملیات میکنیم؟ این سلاح یادگاری است. در جنگ یکم جهان سلاحی بابای من بود. یادداشت‌های زیادی دارد. با این چندین دشمن را کشته است. آخر یکو سلاح نو میدادی خوبتر نمیشد؟ برادر با این سلاح جنگ را سر کنی 1000 نفر را نابود میکنی. جورا تو تیر پرانی ماهر میباشی. کنی شیر بچه کنی گیر تا شربت شهادت رو نچشیم از اینجا نمیبرویم. کنی سرکو شیر بچه سرکو. رفیقان حالا جدا میشویم. حربی تو با اون طرف بالتا تو باشی بالا رو نگاه میکنی. من طرفی غرب رو نظارت میکنم. خدا نگهبانم بود. نامش را کی به تو سفارش داد؟ اکا خواهش میکنم نکن. من این پول را با فرزندانم روان میکنم. خالد فرزندانت را هم با پولی حرام کلان میکنی. آنها میزی خودت قاتل میشوند. کو گمزن. مایلش میگویم. حاضر همش را میگویم. نه جورا نه جزای اینو به کار میدهم. آخر ماشین مرا گرفته به عملیات آورد. انا اکنون بیندو اندیشه کند که کار در کجا بوده است. گریه میکند. به خدا گریه میکند. مبادا دیوانه نشود. کاری من چی؟ گریه کند کردن گیرد. آماده هستی؟ زودتر باش. برادران تبریک میکنم. مهارت خوب نشان داده.
ببخش مرا عفو کن خداوندو من یک فرصتی دیگر دی خداوندو مرا یک فرصتی دیگر دی خدا ترسیداد با خدا خیر پیدا شد یک الله اکبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ای شهید یک شانس دیگر میخواهی میخوام ملش میشه به خدا میخوام ارتیست مادامی که از مردن میترسی چرا ما را مسخره میکنی؟ چی شد؟ شما جواب این کاری کردنتون رو میدید برادر عزیز من همه‌اش رو به نوار گرفتم من این نوار رو به ظریف میدهم وقتی که ظریف این نوار رو به اینترنت پخش کند تو در دنیا مشهور میشوی برادر مبارک شود مبارک باشد دستت رو گیر چی شد؟ جواب میدی برادر یک دست خط نمیکنی؟ التجا میکنم رسمت رو با دست خط التجا میکنم دستت رو گیر شما به این برادر جواب میدی فهمیدی؟ همیشه با یگان بهانه با میخوری بیا مرحمت کن با قهوه ضیافت میکنم هوا چندان گرم نیست تو باشه اینقدر عرق کردی اینجا به من گرمی کرد شاید از این سبب باشد از کی باز در اینجایی؟ خیلی شد خدمت رسانیشان سوست یک دقیقه اینجا بیا لبه جناب رفیقم نو آمد برایمان 2 قهوه تیار کن خوب شد از جناب تو از کجا آمدی؟ بسیار خسته می نمایی گشت کن برادر با من بازی کردن را بس کن تو چی نیت و نقشه داری؟ چی اقوایی داری؟ عارف تو تماما عقلت را خورده ای باید گویم که برادر به خاک و لای در آمده ای انا بین تماما شیمت افلاس شده است راستش را گفتن در کار بسیار چست و چالاک می دوی تو مرا از چی می ترسانی؟ من حاضر در نزد قاتل سلیم بودم و من نام فرمایشگری کشتار را گفتنی بود که او را پراندند عارف
از تعیینات مخصوص به نزدیکی به شعبه کوفتکاوی جنایتی میگذاری. از بسیار آدمی نابکار کوچه به کوچه در لای آب خیلی دویدم. خیر دستگیرش کردی؟ تو چرا این کار رو کردی؟ چرا این کار رو کردی؟ قبضا نگویم. از پای کارت شو. چرا این کار رو کردی؟ قبضا چرا کردی؟ از من به تو چی بدی رسیده؟ عشق سری تو را بیران کرده است. گناههایت را به گردن من بار نکن. ای ابله تو کیستی؟ چگونه انسان هستی؟ برای کی کار میکنی؟ هدفت چیست؟ خاطره 40 ساله خواهد داشت. این روز را اصلا فراموش نمی کنی شاهین. عارف تو هم فراموش نخواهی کرد. افرسونها را آماده کردم، کشیدم مثل گفته خودتون. 2 کیلو برآمد. باز 8 کیلو دیگر است اگر خواهید. بسیار خوب. سورپریز رو کنیم یا اینکه خورسندی رو بازی چهان است تیارم. همه‌اش آماده می باشد. ملیک بیا، همه چیز تیار. بچه ها رو جمع کن. بس کنید. جدا شوید. یعنی برای دین ها رو. برای تستا. بیا. چیکار کردید؟ همه رو خود یکسان کردید. یعنی برای دین ها رو. ببینید که دیوانه شده است. تا حال به من حمله میکنه. شمت رو گیر. تو جزایی سزایت رو خواهی دید. برای دین ها رو. تست از برای از اینجا. یعنی برای دین ها رو. این شخص ماشین رو حرکت در قفا 2 نفر باقی مانده ها با لباس‌های عادی نظارت خوب شده است. بازیچه ها و چیزها رو هم بار کرد. حمله آخرینمان نتیجه خوب داد، اما افسوس یک کس مرده خلاص. حالا باشد از شما قربانی زیاد میخواهم. تو نگران نباش. بازیچه هایمان زمانوی میباشم. همه را نابود میکنید. این را دانسته گیرید. اگر پلیسی علاوگی آید به قفا نگریزید. بیا میرویم. ما باید فرصت را از دست ندیم. رفتیم بچه ها. گوش کنه این آبکار. بار دویی می شود که با دست‌های بسته به اینجا می آیم. تو جواب خیانتت را خواهی داد. بس کنید. خدا شفتی در گریه نمی کند عارف. بس کنید برادران. هر دویتون خاموش شید. اینها رو برید. دکان را به خاک یکسان کردید رفیقان. دانسته گیرید که مصرف های دکان را شما می دهید. ما از تعیینات مخصوص. من کمیسر شاهین دلاور. این حادثه با سبب رخ داد. این خیل چرا بر وقت‌تر نگفتید؟ راست میگوید، از تعیینات مخصوص هستیم. این حادثه به کار مقامات دخلی ندارد. آرامی را ویران کردیم. حق محکوم شدن داریم سرکمیسر. شما نام شما چی بود؟ کمیسر عارف امیر. اوی دستایشان رو کشید.
کمیسر قهرمان دادستان رو از مرگ نجات داد. مادر جان نگاه کنید. دخترم چی شد؟ مادر جان دیدید؟ دادا جانم قهرمان. آن کس قهرمانند. بله دخترم دیدم. مادر او قهرمانی همه میباشد، اما من هر گوهی که خواهم این رو با آغوش گرفتن نمیتوانم. مادر باید من به پدر کلان میشوم. دادا جانم را بوسه کردن میخواهم، این رو با آغوش گرفتن میخواهم. وقتی که او هست من از یگان چیز نمیترسم. بله دخترم، وقتی که او هست منم از یگان چیز نمیترسم. با پدرت افتخار کن دخترم، او در حقیقت قهرمان است. دخترکم برآمده صالح از مرکز زنگ زدن. به من گفتن که چرا تو آدمی در صندلی بوده را به عملیات روان میکنی. یک روی من به سر شما بلا شد. جناب سردار مرا ببخشید. صالح تو باید کمی از ما دور شوی. اگر به من وقت دهی من این مسئله را حل میکنم. میبینید کوشش میکنم، هر چیزی که از دستم باید میکنم. به من باور کن. شت. یک چند مدت کارهای اداروی را میکنی، فهمو؟ نصیب باز مشقهای فیزیکی خود را دوام میدهی و ما کافی است. درد هم یک مهمان است. جناب سردار او را نیز باید مهمان نوازی کرد. گوش کن به من. روزی می شود که تو باز دوباره راه میگردی صالح. غم نخور. خوب؟ مرحمت برادر. رحمت برادر، خوش آمدید. خوش آمدید. خوش باشید. میوگی دیم؟ بیده. ده. پوسیده نیست؟ نه، تازه است. مایلش بسیار خوب. فقط کارمندان امنیت رو نی، بلکه کمک رسان ها رو نیست جزا میدیم. ما با کجا گذاریم؟ از طرفی که کمک رسان ها میاد آنها رو پراندن نابود میکنیم. رفتیم. فهمو. رفیقان زودتر شوید، میرویم. رفتیم. صاحب دکان از شما شکایت کرده است. پگاه به محکمه میروید. هیچ گپ نیست سرکمیسر. گناه خود ماست. به صاحب دکان گوید که مبلغ خسارات را پرداخت میکنیم. از نام خودت گپ زد. تو حمله کردی، تو خودت پرداخت میکنی. درست. به این هم وقتی که تو از اینجا برآمده دیگر وقتی پرداخت کردن را پیدا نمیکنی. سرکمیسر اجازت میدهید که یک خواهش کنم؟ بله بله. تلفنم را گیرم. یک چند جای باید زنگ زنم. خیلی نگران شدند. مالش حال میکنیم. پس به ما اجازت رفتن دهید. تشکر برادر، سلامت باشید. خوش اومدی ینگه. خوش اومدید ینگه. خوش باشه. ینگه باز دستایت پر از خوراک آمدی؟ امروز نوبتداریتان دراز میکشد. نوشی جان کرده میخورید. تشکر ینگه. برای همه‌تان میرسد. تو در فاتحه اینقدر حسن رو ایرکه نکن. وقتی که خانه‌دار میشوید بعد میخواهد که سینمون خوراک تیار کنی. کو به آن روزها بیرسیم بعد هر خوراکی خواهد میپزم. انشالله انشالله. ما هم با بهانه توی فایده. ملیکا
که بوی خوراکت به دماغم رسید. خوش اومدی. خوش باشد حسن. دائما میایم گفته سردار جنگ و جنجال میکند، اما این مرتبه برای او شیرینی دوست داشته آفرین به تو. بسیار خوب کردی. دستهایت درد را نبینم. رفتیم. شنیدن خواستم. من باشم گلهای داده تو رو نگاه میکردم. در رفتی عملیات کمی پراکنده شدن، لیکی هیچ گپ نه. گلهایم را گرفته به نزد تو آمدنی بودم. این آدم ها مرا دیوانه کردن. تو را دیده نتوانستم، آن گلها را به تو داده نتوانستم. به خدا دیوانه شدم. اما از این کار روی نگرداندی. یک روی کردی. از تو خلاصی ندارم. یک بار دیگر تشکر. نمیارزد. سلامتیت چه خیلی است؟ با دکتر بخوردی؟ چی؟ تشخیص ها رو دیده میبروید. مهم نیست جانکم. آخر تنها افتیده بودی. افتیدن مردن نیست. همین خیلی. از سرپرانی صحت و سلامت برآمده و شب رفت. مردنی نیستم. چند مرتبه به رئیس گفتم که این ماشین رو عوض کن. گپم رو گوش نکرد. کنی یک بار دیگر کوشش کن. نمیشود. عجیب. در نیمی راه موندیم. با بازار نمیرسیم. این بازیچه ها در دستمان ماند. یگون کس نیست که کمک کند. این رو به یک طرف کشیده گذاشتن بکن. خبر بدهم. همه آنها صاحب فرزند باشند. شاید یگون بازیچه تو رو خرم. میشود اکم. به خدا بسیار خوب میشود. بهترین بازیچه ها رو دارم. نرخ‌هایشان نیز دسترس میباشد. مایلش. نامزدم خوراک آورده است. این رو تقسیم کنید کمیسرم. تشکر برادر. خدا از شما راضی باشد. حسن، کمیسر در اینجا چیکار میکند؟ چیکار میکند؟ آخر ما هم خطا میکنیم ابا جان. قصه دور و دراز است. برای غذا تشکر. سلامت باشید. نوش جانتان شود. با اشتهایتان کمیسر. مرحمت جناب. خوراک. من لقمه خودم را به تو تقسیم نمی کنم. نوش جانت شود. حاضر تو را چنان لطکوب میکنم که جزایم دوچند شود هم، لیکن دلم آرام میگیرد. آرام میشوم. شود میآیند. از کاری بسیار برای زادروز پسرم بازیچه گرفتن نتوانست. خیریت توفا با پای خودش. من هم برای رفتم عکس پوست میکنم. سلام علیکم. و علیکم بر سلام. و علیکم بر سلام. شما رو زحمت دادیم. نه برادر، چه زحمت. ما برای کودکانمان یک چند بازیچه میگیریم. البته. اگر شما به طرف قفا بذارید من به شما نشان بدم. مایل. بازیچه ها رو با شما نشان بدم. خریده کودکان را شاد ده.
افسر با ما حمله کردن در روزی روشن با ما حمله کردن حسن داری ما رو کجا حسن زودتر کجا ما رو عزیز رها کن حسن در رو کشو حسن ما رو رها کن حسن در کجایی حسن سردیو ملیکا اینجا باش از اینجا نبرو حسن این خفن دارم اینجا میکنم باید بیرم ملیکا آنها به من احتیاج دارن اگر با تو یگون حدیثه روی هرچی تو خورو کد رو نخوری به هیچ جا نمیروی حسن از اینجا نبرو به یک اونجایی نرم حسن زودتر اومده تو رو میبرم زودتر ما رو رها کن حسن الله حسن ملیکا تو ما رو از اینجا برآورده میتونم نمیتوانم من میترسم زودتر خوش میکنم زود باش سرسره را بس کنید در رو کشو تو چه خیلی کنی دختر ترسیدن بازم این تو بسری ها فشار میاری وای بر تو گوش کن خانهای حسن را شنیدی تو ما در این تشکیلات هم را کار میکنیم حسن مرا کمیتر هم گفت تو را شنیدی نمیخیلی؟ تو شنیدی کو من شنیدم یعنی ما با شونده تو با حسن در یک شهر باشد و حکومت میکنیم گوش کن عناوین کلیدها در روی میز جا دیدن دیوارم باید با رو اجازه برو زودتر شو ولی کرد تو با ما باور کن شما به حسن کمک میکنید البته که کمک میکنیم آخه کاری ما همین هست زودتر میمونیم اما عزیزان من نمیکشم زودتر باش مادری دیگر در اینجا انتظار شویم همه در آنجا میجنگن در رو کشو شاهین دمت رو گیر آرام شو بس کنید زودتر باش ملیکا زودتر التجا میکنم ملیکا زودتر باش مایلش میکنم کمی دیگه کلیدهای در رو نیز باید سنجیم حسن برادر
فکر نکن رفته خدا رو نجاده مالکه انتظار دوست منو تنها گذار برادری سونیا جای می‌جنگه یا اینکه تو همین حال راحت را معین عارف من هرگز در صف دشمنان نشدم پس به تو باور آیا یک راه دیگری داری؟ پس پشت شاید مرا پر زیرا تو جسارتی نداری که بر مقابل من عارف اگر فکر کنی که تو را از پشت میپرانم انا از حاضر دویدن را سر کن کسی که می‌میرد حتما می‌میرد تنها تو لایق مردن هستی